زندگی آقای قاضی، زندگی شوهر من چون درست نمیتونه غذا بخوره، خدا شاهد آقای قاضی، غذای این بدبخت شده سوپ، 5-6 ماه فقط داره سوپ میخوره. من کارم شده این که سوپ درست کنم بریزم تو مخلوط کن مثل بچهای 5-6 ماهه بدم این بیچاره بخوره. دوا کردی توانشو باید بدی. خب اومدم اینجا دیگه آقای قاضی. این شوهر بیچاره منو نگاه کن، حال و روزشو ببین. میخوای همه مشکلاتتو بندازی گردن من؟ نه خیر خانوما، میخوام ببینم شماها اگه جای من بودید شوهرتون به این حال و روز میافتاد چه کار میکردی؟ نگاه کنید حال و روز شوهر منو. خب حق ندارم عصبانی باشم، حق ندارم داد بزنم. شما جای من بودی عشق زندگی تو این حال و روز میدیدی. چقدر